2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ دنبال دردسرم. مزاح کردم. به تو چه؟ حرف نزن. ببینم تو بیخبر از من تو هتل چی کار میکنی؟ خیر باشه مادرمی خواهرمی. به تو چه؟ با من درست حرف بزن. طوری با من حرف نزن که انگار برادر کوچکترتم. شما واقعا چقدر کار مقدسی میکنین. این همه آدم رو اینجا جمع کردین، همشون اینجا تخلیه انرژی میکنن. واقعا این چی بین شما؟ چی؟ هیچی. بین من و با تو چی میخواد باشه؟ نمیدونم، ولی به نظر من که خیلی به هم میایید. انرژی بینتون از اینجا دیده میشه. واقعا جمعمون ملحق شی؟ میدونی شما دوتا خیلی میتونید خوشبخت بشین. آخه خیلی شبیه همین. نه بابا، بین من و با تو هیچ اتفاقی نمیفته. آره حتما یه سوالاتی ذهنمو درگیر کرده. پویرازو فراموش کن دیگه. به حرفم گوش بده. منم آلپر رو فراموش میکنم. یه همچین حرکتی هست که اسمش چیه؟ این حرکت اژدهاست. اژدها. دخترها انرژیتون نیفته ها. یالا تا صبح خوشی میکنیم ها. تا خود صبح. دیوانه با زیران. آفرین آبجی. برو پی کارت لعنتی. اینجا پاتوق ماست. واقعا از این به بعد پاتوق ماست، فهمیدی؟ یالا بزن به چاش. بشش ندین، دور شین. ببین منو عوضی کاری نکنم اینجا دفنت کنم ها. حواستو جمع کن. یالا بزنی به چا. گورکم یالا دیگه بدو. پشیمون میشی. منو ببین بچه ننه. اون عینکو بنداز دور دیگه. تو سال 2021 گورکم برو کنار. زود باشید برین دیگه. یالا زود باشید. بیافت. دیوونه عذاب در اومد. برو یالا برو بهت میگم. برو زود باش. برو گورکم بیا اینجا. برو گاوه ترسو لعنتی. هیچ کسی نمیتونه خوشی ما رو خراب کنه، میفهمی؟ اینم به سلامتی کسایی که از حسودی چشمشون میترکه. نه واقعا متوجه نمیشم. واقعا نمیفهمم. یعنی هر ثانیه من اینجا کنار شما بیکار میشینم ضرر میکنم. حالا که من اینجا مثل علفا با شما 200 لیره الان ضرر کردم. این گناه کیه؟ تقصیر کیه بابا؟ اینو به من بگو. گورکم یارو رو تو زندگیم راه دادم، همه چیه من زیر رو شده. من چیکار کنم؟ ناحق میگم؟ اگه ناحق میگم خب بگین ناحق میگین.
صادق جون، خب اگه میخوای برو تا بیشتر از این ضرر نکنی. نظرت چیه؟ صادق ببین، تو رو سرمون جا داری، اما اینا دیگه کیه؟ داداش پویراز، داداش به این خانومت بگو مکان ما رو خالی کنن. چه مکانی؟ چی میگی تو؟ مکان ما رو پاتوق خودشون کردن، مشروب میخورن، بزنن و رقص میکنن. ملیسا هم اونجاست. ملیسا هم هست؟ آره والا، هر ستاشون اونجا داد بیداد میکنن، به درد سر میافتن. از من گفتم بود. آقای مودم اونجاست. کی گرکم؟ آره والا، 3 نفری خوش میگذرونن، به بهانه خوشگذرونی سر مردم بردن. اینجا جای کوچیکیه داداش، میدونی به گوش کسی برسه زشت میشه. والا بخواد خوشگذرونی میکنه، نخواد نمیکنه. مگه باید از تو اجازه بگیرم؟ به تو چه ربطی داره؟ بریم پی کارتون. یالا. اون اسلحه رو گذاشته بود رو سرش رو گیر داده بود که شلیک میکنم. گفتم مردی که دیوونه ای، تو خیال کردی مردن مثل بیهوش شدنه؟ گفتم بیارش پایین ببینم. اونم آورد پایین. گفتم بیا اینجا ببینم. هلک هلک اومد. از اون روز تا حالا هر سال عید بهم زنگ میزنه. موهای شما لنزه نه؟ خیلی خنده دار بود. چیه؟ چرا میخندی؟ من به اون نمیخندم، به تو میخندم. چرا؟ عاشق شدی بیرجیک. متوجهی که همش داری این حرفو میزنی؟ آره میدونم که همش دارم همین حرفو میزنم، چون دارم نگاه میکنم و میبینم تو. ولی تو هنوز نمیبینی، به زودی میبینی. تو خیلی وقت پویراز رو فراموش کردی، خودت متوجه نیستی. خب حالا وقت ترانه است. کسی بینمون نیست که خوب ترانه بخونه و صداش خوب باشه؟ وا بچه ها، الان بهترین فرصته. کسی نیست؟ پس باید تو بخونی. باشه استاد. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma, kederdeyim, sorma. Yangınlardayım zaman zaman, sorma. Utanırım, sorma, söyleyemem, sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma, kederdeyim, sorma. Yangınlardayım zaman zaman, sorma. Utanırım, sorma, söyleyemem, sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. من برم. ایدی من برم، بعداً حرف میزنیم. چی شد؟ میخوای برات زیپ دانس برم؟ آره برقص. زیپ 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 دانس. زیپ دانس. حاضران، زود باش، بیا زود باش. امشب ماه نیست، ماه نیست. حاضران.
ملیسا بزن به چاک. این همون چیز نیست؟ این کی بود؟ ها بگو بگو ها کی بود این؟ ملیسا جون بیا. تو چرا همیشه دنبال منی؟ برو دیگه. ای بابا گرگم بودی بیا پایین ببینم. بودو بریم خونه. بودو شام دیر شده. بابا جون بابا جون پویراز زود باش از اینجا برو. از ایران شما ها اینجا چی کار میکنین؟ میدونیم ما داریم چی کار میکنیم. ما در مورد شما حرفی بد میزنیم و چیزای بد میگیم. باشه خوب شد. از ایران اینجا مزاحم مردمین. بیاین بریم. نه بابا به نظر من کاملا برعکس، مردم مزاحم ما میشن. باشه دخترا بزنین قدش. بزن قدش. دقیقاً. زود باش ملیسا بیا بریم. ملیسا میگم بیا بریم دیگه. کجا بریم؟ شما برید. دست سرمون بردارید. ما شما رو اینجا نمیخوایم. فهمیدین؟ نمیخوایم. ولم کن. از ایران زود باش. ولم کن لطفاً. بابا ولم کن. دست نزن. همینجوریشم دلم برات تنگ میشه. یعنی ازت متنفرم. از دست عصبانی هستم. خیلی خوب میدونم چی کار کردی. زود باش. پویراز لطفاً. ولم کن میگم. بهت گفتم نمیرم جایی نمیرم. ولم کن. ای بابا زود باش ملیسا. چی کار میکنید؟ ملیسا جون آروم باش. ملیسا جون دیگه کیه؟ ملیسا جون خودتی. برو پی بیریجیک. خدا میدونه اون الان کجاست. من مسن نیستم صادق، اینو به هیچ وجه فراموش نکن. باشه ببین من جذابترین مرد این جزیره هستم. به هیچ وجه سعی نکن یه بار دیگه حرفمو قطع کنی. همه باید اینو بدونن. باشه بابا جان، تو اصلا عروسکی جذابی و بانمکی برای صادق جون تکی. خوبه؟ عروسکی ترین شهر. باشه بیخیال شو. این دیگه چیه؟ این عدالت الهی جونم. یعنی چی؟ الان سر من کلا رفت؟ بفرما. اگه بدون اطلاع کامل ماشین کلاسیک بخری همین دیگه. از اینطوری مهمونی ادامه داره. مهمونی ادامه نداره. زود باش پیاده شو. ادامه داره. منم پیاده نمیشم. ادامه داره. آره نمیرم هیچ جایی نمیرم. اینجا مهمونی ادامه داره. ولم کن. بچه‌ها ولم کن. بفرما اگه میتونی الان ببر. زود باش ببر دیگه. ببر اگه میتونی همین الان ببر. منم هیچ جایی نمیرم. اینجوریه. آره اینجوریه. پویراز ولم کن. چی کار میکنی پویراز؟ ولم کن. بزنم زمین. اون داره چی کار ولم کن. پاسیران نگران نباش چیزی نیست. خوبه. همان از دست این جوونا. ای بابا به چی نگاه میکنی؟ گرگمم تو چند کیلویی؟ به تو چه؟ نمیتونی منو ببری. من نمیتونم مثل پویراز بغلت کنم و گفته باشم پسر جان. زحمت نکش عزیزم. نمیتونی به خدا نمیتونی. با تشکر. فهمید. خیلی خوب پاشو. کجا؟ پاشو دیگه شب شد. پاشو بریم. نه نمیخوام. خیلی خوب بابا تو راست میگی. همه چی توی. چی بگم؟ به نظر من که خیلی به هم میایی. معلومه یه انرژی بینتون هست. شما خیلی میتونین با هم خوشبخت باشین چون خیلی شبیه همین. چی کار میکنی؟ ما یکم پیش تو چشمم نگاه نکردی؟ چی؟ چه نگاهی؟ چرا نگاه؟ بگو ببینم تو از من یکمی خوشت اومده؟ عمرن همچین چیزی محاله. باشه منتظر میمونم. باید خیلی بمونی. لازم باشه خیلی منتظر میمونم. با تو برو پی کارت. کجا برم؟ تو که خونه زندگی میکنی؟ آره متاسفانه. وایسا دست همو بگیریم و راه بریم. با تو برو ببینم. ها؟ چی شو؟
خیلی شب خوبی بود با همه این مزخرفاتش. همینطور بود. فکر کنم اینطوری بهتر شد. اینجوری خوب شد. شب خوش. شب بخیر. شاید بازم واسه آبروریزی با هم یه شومی بزنیم ها؟ آره البته هماهنگ میکنیم. شبت بخیر. خداحافظ. پاته. ممنونم. اینجا همیشه انقدر قلمبه سلمبه بود. یکم آرومتر برو دیگه. چرا بیریجیکو قبول نمی کنی؟ به نظرم تو خیلی خوب میدونی که چرا قبول نمی کنم. تو چرا خودتو به اون را زدی ها؟ تو همه چی رو خراب کردی. قرار بود با بیریجیک شاد باشین. اون موقع همه چی برای من راحت تر می شد. تو واقعا اینو میخوای؟ نه، من تو رو میخوام. منم تو رو میخوام ملیسا. ولی من تا بیریجیک خوشحال نباشه نمیتونم شاد باشم. میدونم حق داری. یعنی نمیتونیم رو قلب شکسته اون با هم شاد باشیم. واسه همین این کارو نکن آلپر. نکن. رسیدیم. میخوام خوش بگذرونم. مهمونی تموم شد. من اینجا میخوابم. از ایران بازم شروع نکنیم لطفاً. پیاده نمیشم. باشه اگه میتونی پیادم کن. پیاده شو. چرا این کارو کردی؟ کاری نکردم. کردی. یعنی من کاری نکردم، اما اگه کرده باشم به خاطر توه. تو فقط به فکر خودت هستی. تو خیلی خودخواهی.
من الان میفهمم تو فقط به فکر خوشبختی خودت هستی. امیدوارم خوش باشی. من اینو فراموش کردم. من نمیتونم اینجا بمونم. بعضی وقتا فکر میکنیم عاشق هستیم، ولی این یه دروغه که خلای درون ما رو پر میکنه. میفهمین دیگه مگه نه؟ ببین پویرازو فراموش کن دیگه. به حرفم گوش بده. اینو بخورید خاله علیه جون. ممنونم عزیزم. نوش جونتون. اون الان چی کار میکنه؟ اینجا میمونه؟ خاله علیه خودت میدونی که خیلی قده، به من که چیزی نمیگه. اون نمیتونه جایی به جز خونش راحت بخوابه. پویراز عزیزم بیا به خونه بیا. داری کارخونه روغن زیتون رو میفروشی. نمیذارم بفروشی. بابا بزرگت پویراز عزیزم بیا به خونه بیا. داری کارخونه روغن زیتون رو میفروشی. نمیذارم بفروشی. بابا بزرگت برای اونجا زحمت کشیده. تو منو مدیون اون زن کردی. تمام زحمتامو هدر دادی. بلا به دور. تو میدونی من چقدر سختی کشیدم. من خیلی تلاش کردم که اونجا رو نفروشم. مادر بزرگ تو همه چی رو نابود کردی. دیگه برای من راه بازگشتی نداره. من به جای اینکه به اون زن بدهی داشته باشم بهتره همه چیزمو از دست بدم. اون درقت مادری نکرد. همیشه ترکت کرد. خواستم یه بار برات مادری کنه و ازت حمایت کنه. یه خیری واسه پسرش داشته باشه. مادر بزرگ من بهش نیاز دارم. تو حامی من بودی. تو چون تو هستی من تا به امروز سربلند بودم. اما الان منو ناامید کردی مادر بزرگ. بگذاریم. من خستم. میرم بخوابم. حالم بد شد. این کارا مناسب من نیست. نه. پا به سن گذاشتم. خدا لعنت کنه. پا به سن گذاشتم. من نگفتم تو مسنی. من نفهمیدم چرا ناراحت شدی. من به خاطر اون ناراحت نیستم. یعنی به خاطر سنم نیست. به خاطر تنهایی خودمه. گرگم این چه حرفیه میزنی؟ بابا تو تنها نیستی پسر. آبجی سلماه، زینب، پویراز، بیرجیک، نهیره، همه تو این جزیره اگه دشمن بشن هیچ کس باور کن از علاقه به تو دست نمیکشه. تو شیرینی، فهمیدی؟ تو پلنگ منی. به من بعضی موقع چنگ میزنی. فقط ببین تو یه مرد فوق‌العاده هستی. البته یکم عجیب هستی ولی فوق‌العاده‌ای. فهمیدی؟ تو هم خونه منی، همراه همی، یارمی، یار پیرم پلنگی منی تو. بیا اینجا. بیا چاقالوی من
دیوونه من. ای کاش اینجا کباب بود الان. وای ای کاش. یه 1.5 پر سفارش بده رفیق. سفارش بدم. فلفل هم میخوای دیگه نه؟ تون باشه. تون باشه. دوغ چی؟ باشه بزرگ باشه. باشه بزرگ. تو اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ اینجا اتاق منه. اومدی تو اتاق من. مگه کیفمو ندیدی؟ این چیه؟ من دیشب اینو اینجا گذاشتم. خب منم دیشب گذاشتمش. تو چرا تو خونه خودت نیستی ها؟ آخه به تو چه؟ احتمال زلزله بود. خونه تو خطر تخریب بود. خطر تخریب؟ چی؟ تو چرا اینجایی؟ از خونه زدم بیرون. چرا؟ منم دارم میرم به توکیو. به سلامتی. یه پیشنهاد شغلی گرفتم. چقدر خوب. آرزوی اینو داشتی. دقیقاً بزرگترین آرزوم بود. واسط خوشحال شدم. منم فردا با کشتی به استانبول میرم. از اونجا به فرودگاه میرم. بعدش به توکیو میرم. برای من همه چی خیلی خوب میشه. امیدوارم اینطور باشه. و احتمالاً تو هم تو آخرین روز بهم کمک میکنی. میدونی که باید خونه رو جمع کنم. باشه البته. باشه پس حله. خسته نباشی آبجی روکیه. همه رفتن. بابام کجاست؟ بیرونن. با زینب خانم رفتن بیرون. خیلی خوب. باشه ما یه مهمون داریم که تو خونه است. اینجا بودن؟ بله. ایشون هم رفتن. کجا رفته یعنی؟ نمیدونم. 2-3 نفر کت و شلوار پوش سوارش کردن رفتن. یعنی چی کت شلوار پوش؟ یعنی با کت شلوار اومدن اینجا دوباره با تو رو بردن؟ ای وای خدا بازم. پول خیلی خوبی هم بهم میدن. یعنی موقعیتیه که به سرعت میتونم پیشرفت کنم. زندگی تو توکیو هم آرزوی من بود دیگه. قسمت شد دیگه. از اینجا رفتنم خیلی حالمو خوب میکنه. من قبل از رفتن به خونه باید چمدون بخرم. یعنی تو استانبول واسه این چیزا وقت نمیکنم. اگه برای تو مشکلی نداره میتونیم با هم بریم به بازار. ولی اگه سرت شلوغه مزاحمت نمیشم. نه حلش میکنیم. This place great man. ولش کنید باتو رو ولش کنید. ایدیل چی کار میکنه ایدیل؟ بیرون از
ایدیل نکن. ایدیل اشتباه میکنی. ایدیل ایدیل نکن. چیزی نشده. راستش اون یه دیوونه یه تمام عیاره، مشکل روحی داره، چیز خاصی نیست. دیوونه نشده. برو بیرون از جزیره. آره میدونم مسخره است، ولی خب به کسی آسیبی نمیزنه. نمیذارم با خودتون ببرینش. اوکی کافیه. کافیه. وایسا ببینم. بیا این توافق کنیم. بله این توافق خیلی خوبیه. آره اوکی. خیلی خوب، فردا مدارکو براتون میفرستم. میبینمتون آقایون. متاسفم. کباب خوردن رو فراموش نکنین. آره. چی؟ چه توافقی؟ چه خبره؟ چرا با اینا دست دادی تو؟ تو آدم کتک میزنی؟ دیوونه شدی؟ با تو اگه لازم باشه کتک میزنم. بگو جریان چیه؟ قیافه رو ببین. تو به خاطر من اومدی اینجا؟ خب پس گردنبندت کجاست؟ با تو میگم اینجا چه خبره؟ اینا اهل آمریکا بودن آره؟ چرا باهاشون دست دادی بدون اینکه به من بگی داری چی کار میکنی تو؟ با تو حواست کجاست؟ توافق در واقع چیزی نیست. در ضمن میخواستم سورپرایزت کنم. نمیذاری آدم سورپرایز بکنه. من میخواستم شب اینا رو بگم. باشه شب میخواستی چی بگی؟ خب شب نشده چرا بگم؟ شب همشو بهت میگم. تو رو میخوام ببرم یه جایی که البته خیلی دور نیست. شب میبینمت باشه؟ الان خیلی کار دارم. با تو مدام داری من یه جاهایی میبری یا دارم کم کم عصبانی میشم. با تو بعضی وقتا فکر میکنیم عاشق هستیم، ولی این یه دروغه که خلای درون ما رو پر میکنه. اگه زبانی در کار نبود چطور میتونستیم وارد ارتباط بشیم؟ چطور میتونستیم همدیگر رو بفهمیم؟ چطور میتونستیم داستان زندگی خودمون رو برای هم تعریف کنیم؟ البته با چشمامون. درباره این یه تمرین خوب انجام میدیم. داستان زندگیمون رو با کلمات نه بلکه با چشمامون تعریف میکنیم. بیرجیک خوش اومدی. دقیقاً به موقع رسیدی. الان گروه های دوتایی تشکیل بدین. لطفاً بشینین. بیرجیک بیا بشین. همه همراه دارن؟ بیرجیک، آلپر، شما همدیگه رو میشناسین؟ پس آشنا بشین. بیرجیک بیا لطفاً اینجا بشین. الان همه سمت من برگردن و داستان زندگیمون رو به طرف مقابل با کلمات نه بلکه با چشمامون تعریف میکنیم. داستانی که تعریف کردیم و از طرف مقابل گوش میدیم. چشما حسابی به هم پیوند بخوره. چشما رو از هم جدا نمی کنیم. مهمترین بخش کار اینه. بیرجیک شروع به تعریف کردن بکن. ناراحت شدی، دلت شکسته، بهت خیانت شده، لایق این چیزا نبودی، احساس بیچارگی کردی، احساس تنهایی کردی، عصبانی شدی، خواستی همه چی رو بزنی و بشکنی. تو همشون هم حق داشتی. الان طرف مقابل داستانشو تعریف بکنه. اشتباه کردی، پشیمونی، چون دلت نخواسته دلی کسی رو بشکنی، ولی دلت هم نخواسته که به دروغ گفتن ادامه بدی. تو از همون اول عاشق اون بودی. حالا این وسط از منم خوشت اومده، ولی این دوتا با هم خیلی فرق داره. میفهمی چی میگم؟ خب طرف مقابل داستانشو تعریف بکنه. شروع کن. اتفاقیه که افتاده، دلا شکسته، ولی خب زندگیه دیگه.
همچین چیزی ادامه داره. این بزرگت کرده. تو منو بخشیدی. آره، با همه وجودت منو بخشیدی. شما با هم مسافرت میرین؟ نه، با هم نمیریم. گفتن جدا شدین، باور نکردم، ولی دارم شما رو با هم میبینم. خب سوء تفاهم شده، تو هم حق داری. بچه آشتی کنی، آشتی خیلی خوبه. که آشتی میکنی نه؟ هیچ وقت. میتونیم به چمدون رو نگاه کنی؟ البته، بفرمایید، چی میخوای؟ یه چیزی که محکم باشه، یه سفر طولانی داره، تو فرودگاه هم راحت باشه. باشه. دقیقاً. یه چیز خیلی بزرگ باشه، چون من میخوام همه چیزمو ببرم. یعنی برای همیشه میرم، مسافرت نمیرم. یعنی میخوام زندگی کنم، حتی شاید تا آخر زندگی من بمونم. یه چمدون مناسب شما دارم. بله، همینه. خب تو چی گفتی؟ گفتم سلما جون تو همه جوره خوشگلی جونتو. احتمالا بعدش با هم پیاده روی کردی، تعریف کن دیگه. بعدش اجازه داد دستشو بگیرم، قلبم داشت از جاش در میومد جونتو. دست به دست هم راه رفتیم. ما قربون شما برم آخه. شهردار بزن بریم بیرون. مشتری ها خیلی دلتنگت شدن. زودتر بیا منو از شر این مغازه نجات بده دیگه. من برای خودم کلی برنامه دارم، یعنی نمیتونم انقدر با این و اون سر و کله بزنم. بریجیک، من تا آخر عمرم مقابل تو احساس گناه میکنم. از این حرفا نزن، یعنی از این احساسا نداشته باش. من همه چی رو بهت پس میدم. اونا از اولش هم مال تو بودن. قسمت نشد مال من بشه. اگه خواستی میتونم کمکت کنم وسایل تو جمع کنی. ها، یعنی میگی سریعتر جمع کنم برم، درسته؟ راستش من قبل از رفتن به توکیو باید لباس زمستونی بخرم. میدونی که زمستون توکیو سرده، یعنی برف میاد اونجا. تو استانبول هم واسه این وقت نمی کنم. من میگم وقتی اینجا هستم حلش کنم. یعنی اگه به مغازه سر بزنیم برای تو مشکل پیش میاد. میشه. یعنی باشه بریم، مشکلی نیست. چمدونو بده. نگیر. چمدون واسه منه، مسافرت منه. من میرم، تو میمونی. با توکیو هم تفاوت زمانی زیاده، یعنی رسما یه دنیای دیگه است. خب مسیر زیادی باید توی هواپیما باشم. مثلا مامانم خیلی دلتنگم میشه. دلش خیلی برام تنگ میشه. وقتی به من فکر میکنه دلش میلرزه. اگه بخواد بغل کنه نمیتونه. یعنی چطوری بغل کنه؟ اگه هوایی بیاد خیلی راهه. بوسیدن که هیچ. اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. اما مامانم شاید بگه بمون، شاید بهم بگه نرو، شاید بگه بدون تو نمیتونم، بگه بدون تو نمیشه. منم میمونم.
جلوتر یه بوتیک هست، بریم اونجا. باشه. بریم یکم دور بزنی؟ کافه رو باز نکردی؟ اونجا دیگه واسه من نیست، چرا باز کنم؟ بیا یکم پول خرج کنیم، بریم یکم خوش بگذرونیم. باشه. چطور شدم؟ شبای توکیو واقعا زیبا. یه شب اینو توی کلوب میپوشم. خیلی خوشگله، میخرمش. من اینو میخرم. من اینو میخرم. پس خریدمش دیگه. خود دانی. نیازی نیست لباس زمستونی بخرم. من یه راهی برای گرم کردن پیدا میکنم. حوصله‌ام سر رفت، بریم خونه. باشه، هر طور که بخوای. جلوتر یه بوتیک دیگه هست، اینجاها اصلا نیومدی. من بیرونم. باشه. پویراز اینجا چی کار میکنه؟ معلومه هنوز جدا نشدم. تو فرار کن. آره، من خیلی خوب میدونم باید چی کار کنم. به هم میگی نرو و بمون. ببخشید. ناراحت نشو آشتینی. چنگم وایی، والا شما زیاد شدین، هوام خنک شده. ماشالله به شما ها، ماشالله. گلای خوشگلم، وای نگاه کن، گلای کوچیک باز شدن، گلای کوچولوشو. مامان شام دیشب چطور بود؟ خوب بود؟ خوب بود دخترم. شام خوردیم با فاتح، خیلی مرد با شخصیتیه، هیچ کار اشتباهی هم نکرد. به موقع هم برگشتیم خونه. خوبه سریعتر حرف بزنین و به توافق برسین، بعدش هم که خیلی زود ازدواج کنین تموم شه. دخترم ولی این کاره که با عجله نمیشه. یعنی فاتح مرد خوبی هست ولی خب باید به هم دیگه عادت کنیم، صمیمی‌تر بشیم. درسته؟ باشه مامان، وقتی ازدواج کردی عادت میکنی دیگه. نهیر تو نمیخواستی ما ازدواج کنیم، الان چی شده دخترم که داری به هم میگی عجله بکنیم ها؟ تو یه مشکلی داری که به من نمیگی ها؟ این چیه؟ خب مامان، یادت گفتم تو انگلیس یه دانشگاه هست که تو رشته کامپیوتر رتبه خوبی داره؟ من درخواست دادم مامان. بهت خبر ندادم چون فکر میکردم که شاید قبولم نکنن، ولی منو قبول کردن مامان. میگم وقتی فارغ التحصیل شدم بیام همینجا درس بخونم. واقعیه مامان، بهم ایمیل زدن، یعنی واقعا منو میخوان. نهیر این خیلی خبر خوبیه دخترم. تو الان قراره به انگلیس بری و درس بخونی. خدایا شکرت. ولی من نمیتونم تو اینجا تنها بذارم مامان، واسه همینم باید فوراً با اون فاتح دامپزشک ازدواج کنی. آره مامان، نمیتونم تنهات بذارم، نمیتونم مامانمو تنها بذارم، نمیتونم اجازه بدم تنها زندگی کنی. دختر خوشگلم، دختر خوش قلب من عزیز. خدایا شکرت. این کفشا بمونه، به هر کی که دوست داری بده. وسیله‌های آشپزخونه‌ام به افراد نیازمند بده.
باشه. دیگه این خونم خراب میکنم یا شایدم تعمیرش کنم. یکی دیگه میاد، یه همسایه جدید، شایدم یه دوست جدید. اینجوریه دیگه. تا ببینیم. من اینم نمیبرم. اگه خواستی تو بگیر. نه منم نمیخوام. درسته. پس من تمام وسایل بی خودی رو تو سطل آشغال میندازم. آره اینجوری خیلی بهتر شد. خیلی خوب، همه چی تموم شده. فقط کاری مربوط به هتل مونده که شب حرف میزنیم و حلش میکنیم. تو واقعا میخوای بری؟ پیشنهاد کار قبول کردی؟ یعنی مادر تینا خبر دارن؟ نه، نخواستم اونا مشکل پیش بیارم. بی سر و صدا میرم. من از خداحافظی خوشم نمیاد. تازه ناراحت هم نیستم. چرا ناراحت باشم؟ از یه شرکت خوب یه پیشنهاد کار عالی دریافت کردم. توکیو آرزوی منه. تو هم میدونی دیگه. در ضمن دلیلی نداره که رد کنم، درسته؟ امشب تو هتل میمونی؟ یعنی نمونم؟ نه عزیزم، به خاطر اون نگفتم. اگه بخوای میتونیم برای آخرین بار شام بخوریم. شام خداحافظی؟ شام خداحافظی. باشه.
میز شما بوده؟ گفتم خیلی جای قشنگیه. پرسنلا گفتم واسه رئیسامونه. بفرمایید با هم غذا بخوریم، چیز خصوصی نه عزیزم، من بچه‌ها رو منتظر نذارم. سالی چند بار میام اینجا. امیدوارم کلی با هم غذا بخوریم. درد جدایی رو خیلی خوب میشناسم. تو صورت هر کسی ببینم میشناسمش. نمیشه جدایی رو به همین راحتی قبول کرد. وقتی چشم باز میکنی اول اونو میبینی، با فکر اون از خواب بیدار میشی، شب و دشمنت میشن، حس میکنی کوچیک شدی، نمیتونی جایی بند بشی، دوست داری زمین دهن باز کنه و غیبت بزنه. یاد بهترین روزات میفتی و گریه میکنی، ولی گریه کردن دیگه به درد نمیخوره. به سختی میفهمی آدم از تمام دنیا عصبانیه، بیشتر از همه هم از خودش. دوست داره خودشو مجازات کنه. 1000 بار فکر میکنی که من کجا اشتباه کردم، ولی نمیتونی پیدا کنی. آدم هر چقدر میگرده بیشتر از جواب فاصله میگیره. جدایی خیلی سخته، خیلی. درمانی هم نداره، ولی زمان لازم هستش. درد میگذره ولی اثرش تو دلت باقی میمونه. بیشتر از همه هم ازش سعی میکنی متنفر بشی، چون اگه به دوست داشتن ادامه بدی حس میکنی دیگه نمیتونی به زندگی ادامه بدی. اگه نتونم متنفر بشم چی؟ اگه نتونم زندگی کنم؟ استاد سلام، من بچه رو منتظر نذارم. شما با هم غذا بخوریم باشه؟ میبینمت. میبینمتون. بشینیم. خب چرا باید برای دومین بار یه همچی جای مسخره‌ای بیایم؟ ببین اینجاست. نتونستی بشناسی؟ چرا شناختم. هتل پویراز و حاضیرم. دقیقاً همینطوره. خب باتو ما اینجا چی کار میکنیم؟ میدونی امروز صبحون آدمایی که با من بودن کیو بودن؟ وای باتو تو رو خدا ولم کن، معما طرح میکنی؟ این هتل یه شریک دیگه داره تو آمریکاست و بهش ارث رسیده. اونا وکیلاش بودن. خیلی خوب، حرف اصلی رو بزن. ایدیل، برای خودمون هتل خریدیم. چی؟ برای خودمون هتل خریدیم. خودم و خودت. الان دیگه شریک حاضیران و پویراز هستی. خب چه میدونی من یه همچین چیزی رو میخوام؟ اینو نمیخواستی؟ که رئیس خودت باشی؟ اون کسایی که ما رو آدم حساب نمیکنن و فکر میکنن خودشون رئیس این دنیا هستن، نمیخواستی بهشون نشون بدی قدرت دست کیه؟ نه نمیخواستم، نمیخوام. من دیگه نمیخوام با بقیه دعوا کنم، خسته شدم. نمیخوام رابطم با بقیه تیره و تار باشه، چون من تو رو دوست دارم. این دفعه نمیتونستم کارمو به شانس بسپارم. بالاخره گفتم. خیلی سری گفتم. خیلی سری گفتم ولی به نظرم خوب شد. ایدیل دوستت دارم. چی دارم میگم من؟ تو رو دوستت دارم ایدیل. منو ببینم تو عقلتو از دست دادی؟ چی پیش خودت فکر کردی؟ فکر کردی من احمقم؟ چرا چرت و پرت میگی؟ اینو بازم میگم. بگم؟ خب الان چی کار باید بکنیم؟
میخوای بهم چیزی بگی؟ چی بگم؟ میخوای بهم چیزی بگی؟ سفر بخیر. ممنونم. شناخت تو واقعا زیبا بود. منم خوشحالم که شناختمت. تابستون زیبایی بود. خیلی. زمستون رسید. مراقب خودت باش. تو هم همینطور. خیلی خوشحال باش آذیران. باشه. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. به امید دیدار. Dinmiyor ne çare. Durdurak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim. Durdurak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare.
sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare. Durdurak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasreti. Durdurak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasreti. Durdurak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her gün. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasreti. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. بیا بشین صابونه بخور. 3 نفریم. آره؟ منم میخواستم اینو ازت بپرسم. تو بابا تو چیکار کردی؟ من با تو کاری نکردم. چطور مگه بابا؟ چه میدونم؟ امروز صبح با اجاره وسایلش رو جمع کرده که بره استانبول. بله، چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام ایتین خانم. من اومدم راجع به پسرتون پویراز حرف بزنم. اسکله میری همزی؟ آره به اسکله میرم، اما میشه یه دقیقه صبر کنی؟ منتظر یه نفر هستم. آبجی میگم اگه کار طول میکشه من شیفتم باید عوض کنم، بگم یکی دیگه بیاد. باشه خب میریم. باشه، من منتظر دوستم هستم، اون میاد. باشه لطفا. خیلی خوب. میتونیم بریم.
تو نرفتی؟ ببخشید همدیگر رو میشناسیم؟ من شما رو نمیشناسم. آقا پویراز، شما دیگه برای من فقط یه غریبه هستی. یعنی چی؟ شما منو بازی میدین، پشت سرم کارهای مختلف میکنین، از مردم خواهش میکنید که منو به اون سر دنیا بفرستن. یعنی من گول اینا رو میخورم؟ واقعا؟ شما هم نتونستین منو بشناسین. آره، برای یه لحظه فکر کردم که برم بی خیال همه چی بشم. بعدش وایستادم، از خودم پرسیدم چرا من دارم میرم؟ به خاطر چی؟ برای اینکه شما اینجا راحت باشین من چرا باید به اون سر دنیا برم؟ میشه به هتل برگردی؟ من اینجا هستم، هیچ جایی نمیرم. اما شما منو نمیشناسین، منم شما رو نمیشناسم. بعد از این یه حاضیرانه متفاوت میبینین. دیگه اون حاضیرانه با درک و فهم، اون حاضیرانه عاشق تموم شد. حاضیران و پویراز سابق دیگه نیستن. از این به بعد ما با هم دیگه فقط دوتا غریبه هستیم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.